سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیز. برنامه نوید بامدادی است تقدیم از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 7 ایون. بلاگر شناخته از سنگوار گفت پس از یک نافهمی به یوتیوب برگشت. مزد کمتر اما به خطر. بعضی از مهاجران به جای روسیه قزاقستان را انتخاب میکنند. و جاری شدن محدودیت در راه دوشنبه چناق. بلاگر 39 ساله از دهه لیران ناحیه سنگوار یا طویلره سابق که پیشتر گفته بود فعالیتش را در یوتیوب بس میکند، با نشر 2 نوار از برگشتن خود به این شبکه اجتماعی معروف خبر داد. فیضعلی سفروف در 2 نوار از عباره های یک نافهمی بود و گفته بودند مرا غم داده ایستادن استفاده کرده اما جزئیات نداده است. او در صحبت با رادیوی آزادی نیز نخواست که موضوع را شرح دهد. قبلا بعضی از شخصان آگاه از قضیه گفته بودند او زیر فشار مقامات است، اما در حکومت ناحیه سنگوار چنین ادعا را انکار کردند. در همین حال یک منبع آگاه روز 6 ایون به رادیوی آزادی گفت مقامات پس از رسانه‌ای شدن قضیه فیضعلی سفروف به او اجازه دادند که به تهیه برنامه‌هایش در یوتیوب ادامه بدهد. صحیفه او 144,000 کاربر دارد و نوارهایش را از 10,000 تا 1 میلیون بار دیدند. فیضعلی سفروف روز 5 ایون در نوار دیگری از بلاگران در خارج نیز خواسته است نام او را به مسائل سیاسی پیوند ندهند، چون فقط درباره طبیعت برنامه آماده میکند و با سیاست کار ندارد. فیضعلی سفروف تا سال 2016 در روسیه مهاجر کاری بود و پس از بازگشت از خارج در یوتیوب صحیفه گشاد و نوارها را از طبیعت ناحیه سنگوار نشر کرد. او همچنین مراسم بزکشی، با حشر ساختن پلورا و سرودخوانی آوازخوان‌های ناحیه را باستاب میداد. سفروف در سال 2019 برنده شاه جایزه آزمون رادیوی آزادی ده من یک پاره خاک وطن گردیده سال 2017 قهرمان یوتیوب از تاجیکستان عنوان شده است. و حالا می رویم به شهر کولوب و درباره کاری یک جوان میگویم که طریق شبکه فیسبوک به خواهشمندان زبان انگلیسی یاد میدهد. سعدی طاهرزاده هم پیشتر مهاجر بود و میگوید با تشویق مادرش انگلیسی را آموخت و میخواهد آن را به دیگران هم آموزاند. همکارمان محمود جان رحمتزاده به دیدن سعدی طاهرزاده رفت و این گزارش را آماده نمود. این اتاق کاری سعدی طاهرزاده مؤلف کانال زبان آموز در یوتیوب و فیسبوک است که در یک کنج خانه‌اش ساخته است. سعدی در شهر کولوب زندگی و کار میکند. به خواهشمندان زبان انگلیسی را آنلاین یاد میدهد. لایحه زبان آموزی که من دارم این رو گویم از سال 2019 از ماه دکبر سر کردیم. اما فکری انا همین لایحه، فکری انا همین ویدیو درس کردن از دورانی گویم دانشجویی بود. وقتی که با همکورسان من بسیارتر ویدیو درس تماشا میکردم، اونها تماشا نمیکردند و ویدیو درس هایی که ما تماشا میکردیم با زبان روسی بود. معلمان روس درس میدادن و پرسیدیم که برای چی شما تماشا نمیکنید؟ اینقدر موادهای خوب است، مقدار چیز است. گفتن که ما روسی رو نمیدونیم، برای که ما این درس رو تماشا کنیم برای ما باید اول روسی رو یاد بگیریم. سعدی طاهرزاده آموختن زبان انگلیسی رو از صنف 3 شروع کرده است. مادر سعدی پسرش را به آموختن این زبان تشویق کرده است. وقتی که من در صنف 3 میخوندم، در مکتبی که من میخوندم زبان انگلیسی درس نمیدادم و بگم اوچامون در تلویزیون تماشا کردن که یلتسین پرزیدنت پیشینه روسیه در سن 50 چند سالگی زبان انگلیسی آموخته شده است و از همونجا گفتن که همین مردک پرزیدنت است، همین شخص پرزیدنت است و میدوند. وقتی که وای انگلیسی رو آموختنش شروع کرد، این معنی اون دارد که زبان انگلیسی زبانی مهم است. تریلر سرم شاید با یک از مونیسه ظریفова زبان انگلیسی را از کانال زبان آموز می آموزد و میگوید کمکش کرده است. مدت 1 سال می شود که من از صفحه یعنی که آنلاین زبان آموز استفاده می برم و مثلا همین صفحه اینترنتی به من یاردم کرد، کمک کرد که مهارت زبان انگلیسی ام را سایقه دهم. سعدی ختم کرده فاکولته زبان انگلیسی دانشگاه کولوب است. درس‌هایش را در اینترنت با موسیقی، فیلم و بازی‌ها یاد می‌دهد. در این درس ما با شما با سرودی 6 days wars زبان آموز اولین کانالی است که برای ساکنان کولوب باز شده است. اما سعدی میگوید باور نداشت که بیرون از این شهر و در روسیه در میان مهاجران هم شاگرد پیدا می‌کند.
نرخ گران بلیط سفر به روسیه و امتحان و دریافت اجازتنامه کار گروه از مهاجران را وادار کرده است که اکنون در قزاقستان، کشوری ثروتمند منطقه، کار بجویند. چنین به نظر می رسد که قزاقستان نیز برای قبول مهاجران کاری آماده است. اکثر مهاجران به اجرای کارهای وزنین جسمانی راضی هستند، چیزی که ساکنان محلی آن را نمی کنند. بعضی از منطقه‌های قزاقستان حتی خرج سفر مهاجران را از کشورهای همسایه پرداخت کردند. مقامات ولایت اتیراو در غرب قزاقستان ماهی 600 نفر را از ازبکستان برای کار در بخش کشاورزی بردند. یک ماه پیش برای رسانیدن 70 مهاجر ازبک که به حیث راهرو پذیرفته شدند نیز پرواز چارتری تشکیل شد. اتیراو با سبب پاندمی کرونا ویروس و بسته بودن مرزها در سال 2020 به مانند منطقه‌های دیگر قزاقستان به کمبود نیروی کاری دچار شد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه یکی از مکانهای اساسی کار برای میلیون‌ها مهاجر از آسیای مرکزی بود. به قزاقستان در آغاز شماره کمتری کارجویان می‌رفتند، ولی از سال 2014 به این سو، زمانی که روسیه با بحران اقتصادی و بی‌قرب شوی روبل روبرو گردید، این آمار در حال افزودن است. بنا به اطلاع رسمی در 5 سال اخیر شمار مهاجران ازبکستانی در قزاقستان به کمیش 10 برابر بیشتر شده است. تا زمان پاندمی در این کشور تقریباً 1 میلیون مهاجر از آسیای مرکزی فعالیت داشتند. شمار دقیق آنها معلوم نیست، چون قسمی از مهاجران در کارخانه و خواجگی‌های خصوصی و با هدف گریز از پرداخت مالیات غیر رسمی کار می‌کنند. IRS، یک شرکت فعالیتش شبهه آور در تاجیکستان که برای نگهداری راه دوشنبه چناق از راننده‌ها پول می‌گیرد، روز 5 ایون از محدودیت سفر در این راه خبر داد. به گفته این شرکت، به خاطر تعمیر نقب استقلال، حرکت نقلیات از دوشنبه به خوجند ساعت‌های 7 تا 10 و از 13 تا 16 منع است. حرکت از سمت خوجند به دوشنبه نیز از ساعت 10 تا 13 و از ساعت 16 تا 19 ناممکن شده است. رانندگان گرامی باید دانند که از ساعت 19 بیگاهی تا ساعت 6 صبح راه به دو سمت گشوده بوده، حرکت واسطه‌های نقلیات بدون مانع امکان پذیر است. گفته است این شرکت IRS گفته است که این قرار را در هماهنگی با مقامات داخلدار کشور گرفته است و هدف دارد که در نقب استقلال چراغ، کامراهای نظارتی و برای تازه کردن هوای داخل نقب هوا تازه کنک ها نصب کند. قبلا راننده ها از شرایط نقب استقلال یا انزاب شکایت کرده میگفتند داخلش تاریک است و آب زیاد برای گذر از آن مشکل ایجاد میکند. نقب استقلال با سرمایه تاجیکستان و ایران ساخته شده است. ائتلاف بین‌المللی وان فری پرس قرارگاهش در نیویورک نام همیرا بختیار، خبرنگاری تاجیک را در رویخط 10 نفر تحت خطر قرار داد. این رویخط که در آغاز ماه ایون ترتیب داده شده است، با نام رومان پراتاسیویچ، خبرنگاری بازداشت شده در بلاروس آغاز یافته، از جمله اسم پویا خوشحال از ایران و ناتالیا زوبکووا از روسیه را نیز در بر میگیرد. همیرا بختیار که در اروپا قرار دارد، روز 6 ایون گفت وارد شدن نامش به این فهرست اعتراف وضع بدی آزادی بیان در تاجیکستان و زیر خطر بودن روزنامه‌نگاران تاجیک است. ائتلاف در مورد او نوشته است روزنامه‌نگار و فعال حقوق انسان که بیشتر مسائل وابسته به سیاست و کروپسی را بازتاب می‌دهد، سال 2016 از ناچاری به اتحاد اروپا پناهنده شد. با وجود این خودش همواره با تعقیب‌های آنلاینی و خانواده‌اش با تهدیدهای مقامات تاجیکستان روبرو هستند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 ایون را فرا می‌گیرد. ҳафти июни соли 2018 хадамати алоқаи тоҷикистон гуфт қоидаи сабти рақами имеи телефонҳои мобил ба роҳ монда мешавад. мақомот гуфтанд ки ҳадаф пешгирӣ аз дуздиву истифода бо ҳадафҳои ҷиноии телефонҳо аст, вале ширкатҳои мобилӣ инро як маъракаи пурхарҷи дигар ба сари муштариёни телефонҳои ҳамроҳ номиданд. 7 июни соли 2018 бобоҷон Ширинов, писари генерали маъруфи тоҷик, бо иттиҳоми қатли бераҳмонаи ҳамсараш Моҳира Ятимова боздошт шуд. куштори модар дар пеши чашми фарзандон бо 13 зарби корт яке аз мудҳиштарин ҷиноятҳо буд, ки дар пайи хушунати дарозмуддати хонаводагӣ рух дод ва ҷомеаи Тоҷикистонро такон дод. бо ҳукми додгоҳ соли 2019 Ширинов ба 18 соли зиндон маҳкум шуд. ҳоҷимурод қаландаров, донишҷӯи донишгоҳи кишоварзии Уфа, 7 июни соли 2020 ду кӯдаки
بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 7 ایون چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. خوشحالم که با ما هستید و تا فردا خدا نگهدار.